بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. آقای انصاری سلام. سلام و رحمت الله. و سلامتی الحمدلله. خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید. این قضیه‌ای که میگید در داعش واقعا فکر میکنید مردم سادن، یعنی خودتون آدم نمیدونم چی بگم. الان کلیپ بعدی رو سعی ببینید. الان کلیپی که من الان پخش میکنم اینو ببینید، انشالله مشکلتون برطرف میشه. دوستان عزیز، این یک کودک از اهل موصل است. همین هفته گذشته بعد از اینکه جنگ شدت میگیره در موصل، این فرار میکنه، میاد به طرف کیا میاد؟ ارتش عراق. خبر نیست که این ارتش عراق رافضیای حقد و کینه و بغض تمام وجود اینها رو فرا گرفته، میاد به طرف اینها که به اینا پناه ببره. بیچاره فکر کرده که اینا ارتشی هستن، خبر نیست که اینها اعضای سپاه پاسداران و به اصطلاح همون هشت شعبی و کسایی که برای انتقام رفتن اونجا. نگاه کنید که با این کودک معصوم چگونه برخورد میکنن. اول میگیرن میزننش، بعد تیربارانش میکنن، بعد زیر چرخ تانک لهش میکنن. من خواهش میکنم کسایی که بیماری قلبی دارن برای چند لحظه نبینن این کلیپ رو. دلين عليهم؟ ايه انا بحالك كده اللي يموت ايدك عني صور حاضر ايدك عني هنا يلا روح يلا شد روح شو اسمك انت؟ صور حاضر فرنسا بابي ما انت لا انا اغلبك لا يعني الفويد داعش بله تشکر میکنم احمد جان. این برخورده به اصطلاح ارتش رافضی عراق با یکی از کودکان اهل سنت موصل بود. کلیپ دیگری است که این بیننده اخیری که تماس گرفته بودن، من بعض معذرت باید بگم شما احمق هستید، ما کسی را احمق فکر نمی کنیم. جنگ در عراق با داعش نیست، با اهل سنت است. برای سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. می‌خواستم با این آقا صحبت کنم. با این آقا دارید صحبت میکنید، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشید، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالش خوبه هستی؟ من حالش خوبه. ما یه ذره تو خونمون نشسته بودیم فیلم رو دیدی، حالمون با هم خورد. واقعا این حقیقت داره؟ بله این حقیقت است. بله این حقیقت است. والا به خدا قسم من ماشین گرفته بودم از کمپانی، یه سگ جلو من اومد، بخواستم به سگ زدم ماشین رو داغون کردم. یعنی بشر اینقدر، یعنی بیشتر اینقدر دور از خدا چطور قبول میکنم این برادر کشی تا که اینو بکشن؟ نشون فیلم ها که آدم میبینه میشه همچین چیزی؟ بله الان کلیپ بعدی رو نگاه کنید بیننده گرامی، کلیپ بعدی رو نگاه بکنید، بعد از اون متوجه میشید که بله من شیعه هستم به خدا قسم، اگر دنیا رو به من بدم، دنیا رو به من، والله بالله قسم، اگر به من بگم یک دونه زن یا دختر اهل تسن، اول از اینا خواهر برادران منه، فرقی نمیکنه، یه چای تو گوششون بزن، یا اونو یا اون بابا، به خدا اگر جرأتشو داشته باشم
یعنی جرأتش که ندارم که من کاری نیستم، من جواب باید بدم. بله. بیننده عزیز، بیننده انسان؟ عزیز، برادر شیعه، من پیشانی شما رو میبوسم. انسان بودن ربطی به شیعه و سنی بودن نداره. انسان بودن یک یهودی هم میتونه انسان باشه. عزیز من درست میفهمم، این کاملا درسته. یه مسئله دارم که انسان، میگم من جوونه یه 22 ساله بودم، ماشین از کمپانی تحویل گرفته بودم. بله. تو این دلیجان قم یه دونه سگ اومد جلوی من اومدم به این سگ نزنم، یه به خانواده‌ام نشسته بودم، زدم ماشین رو داغون کردم. یا آقا گوه میزدی، گفتم بگی من چه کارم که بزنم آقا به این زد. وقتی من انسان ها رو اینجوری میکنم، خیلی رو اون آقا چرا من تو افغانستان بزنم بمب بزنم، تو اون مسجد بمب بزنم، تیکه کنم، این ور این مسلمان بکشه، شیعه بکشه، این سنی بکشه، اون دایی چرا اینا میکشیم ما هم دیگر اونا به ریشمون بیگانه ها میخندن. داغون کردیم خودمونو، سوریه رفت، از بین عراق رفت، مملکت رفت، اینا به حال ریش ما میخندن، سلاحشون رو فروختن، تمام اینا رو فردا پس فردا نوبت امارات و دبی هم میده، 4 تا بمب میذارم جورم خراب میکنن، بعد میسازن تمام ثروت مسلمان‌ها رو که بردن. میگن آقا بری دنبال کارت. آقا بری چرا این بزرگان ما چرا نمیان بشن اختلافش رو حل کنن؟ درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. الله متعال خدا قسم. تشکر از شما. من نمیدونم. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. الان کلیپ بعدی رو که ببینید، برادری که میگه که شما کی رو احمق فکر کردین، احمق کسی است که از واقعیت ها خبر نداره. این یکی از رهبران هشت شعبی، همینایی که الان موصل و محاصره کردن، اینها در یک از سخنرانیاش که طرفدارانش هوادارانش اینجا جمعن، هدف از حمله به موصل رو میگه. من اول عربیشو میگذارم و بعد براتون ترجمه میکنم. تحرير الموصل هو تمهيد لدولة العدل. میگه آزادسازی موصل آمادگی برای حکومت امام زمان است. ببینید چطور جنگ مذهبی را میندازن. میگه آزادسازی موصل آمادگی برای حکومت امام زمان است. عدل الالهي. وان شاء الله تحرير الموصل هو انتقام وثأر من قتلة الحسين لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. میگه تحریر آزادسازی موصل انتقام از قاتلین امام حسین است، زیرا اینها نوه های قاتلین امام حسین هستند. بفرمایید آقای عاقل که فرمودید کی رو احمق تصور کردید. شما احمقید که از حقیقت ماجرا خبر ندارید. آخوند در بغداد مردم را داره تشویق میکنه که در جنگ بر علیه اهل سنت در موصل. من 100% به این یقین هستم که این جنگ بر علیه داعش نیست. داعش ساخته و پرداخته خود همیناست. سبب وجود آمدن داعش خود اینا هستن. جنگ بر علیه داعش نیست، جنگ بر علیه اهل سنت است. اون کودکی رو که میره زیر تانک میندازه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این آمادگی برای حکومت امام زمان است، چون که این کودک نوه کسانی است که امام حسین رو به قتل رسوندن. این عقل، این منطق آخوندیزم است. و والله قسم میخورم و به یادتون خواهد اومد روزی که این بلا سر تک تک اهل سنت میاد، در افغانستان، در تاجیکستان، اگر بیدار نشن، در هر کشور اهل سنت، که همین گونه که کودکان اهل سنت رو در موصل این گونه زیر تانک میندازن، آتیش میزنن، تیرباران میکنن، فردا همینایی که دم از وحدت و اتحاد اهل سنت و فلان و شیعه میزنن، فردا با کودکان شما همین گونه معامله خواهند کرد. همینایی که در عراق حقوق مساوی داشتن با اهل سنت در زمان صدام، به خاطر کشتن 140 نفر در دوجل صدام اعدام کردن. یکی از مهمترین اتهاماتی که به صدام بود این بود که 140 نفر شیعه رو در دوجل کشه، اونایی که در این منطقه سوء قصد کرده بودن به جان صدام. به صدام کار نداریم که چی بود و چی کار کرد، این بحث طولانی است. بعد از صدام بیش از 1 میلیون سنی رو به شکل فجیع اینا کشتن در عراق. کسی هست بازخواست بکنه؟ نه، چون از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و تا ارتش همه
رافضیایی که دلشون مملو از حقد و کینه بر علیه اهل سنت است، ربطی به داعش نداره. در این کلیپ خودشون اعتراف میکنن، میگن که این آمادگی برای از حکومت امام زمان و انتقام از نوه های قاتلین امام حسین است. آه